در خودروهایی که فاقد ترمز ABS می باشند، وقتی راننده پای خود را روی پدال ترمز به طور ناگهانی فشار دهد، در صورتی که جاده لغزنده باشد، خودرو تعادل خود را از دست خواهد داد. اما سیستم ترمز ABS این نقص را برطرف کرده و اجازه قفل شدن کامل به چرخ‌ها را نمی‌دهد و باعث می‌شود که خودرو هم تعادل خود را از دست دهد و هم سریعتر ترمز کند و بایستد. ترمزگیری مطمئن و کنترل شده زمانی است که مقاومت تولید شده توسط سیستم ترمز و مقاومت ایجاد شده توسط تایرها و سطح جاده یکسان باشد. در سیستم ترمزهای معمولی، در صورت قفل شدن چرخهای عقب، خودرو روی سطح جاده سر می‌خورد و به دور خود می‌چرخد و اگر چرخهای جلو قفل شود، کنترل فرمان از دست راننده خارج می‌شود. سیستم ترمز ABS فشار هیدرولیکی که در سیستم وجود دارد و به سیلندر چرخ وارد می شود را به گونه‌ای کنترل می کند که از قفل شدن چرخ‌های خودرو در جاده‌های لغزنده و یا هنگام ترمزهای شدید جلوگیری شود. در خودروهای معمولی که فاقد ترمز ABS می باشد، اگر ترمزگیری در جاده لغزنده صورت گیرد، راننده برای کنترل خودروی خود باید پدال ترمز را فشار و آن را رها کند و این عمل را چندین بار به صورت سریع تکرار کند تا بتواند تعادل خودروی خود را حفظ کند. اما ناگفته نماند در سیستم ترمز ABS این عمل به صورت خودکار و به سرعت و دقت بیشتری انجام می شود. راننده پای خود را روی پدال ترمز به طور ناگهانی فشار دهد، در صورتی که جاده لغزنده باشد، خودرو تعادل خود را از دست خواهد داد. اما سیستم ترمز ABS این نقص را برطرف کرده و اجازه قفل شدن کامل به چرخ‌ها را نمی‌دهد و باعث می‌شود که خودرو هم تعادل خود را از دست دهد و هم سریعتر ترمز کند و بایستد. ترمزگیری مطمئن و کنترل شده زمانی است که مقاومت تولید شده توسط سیستم ترمز و مقاومت ایجاد شده توسط تایرها و سطح جاده یکسان باشد. در سیستم ترمزهای معمولی، در صورت قفل شدن چرخهای عقب، خودرو روی سطح جاده سر می‌خورد و به دور خود می‌چرخد و اگر چرخهای جلو قفل شود، کنترل فرمان از دست راننده خارج می‌شود. سیستم ترمز ABS فشار هیدرولیکی که در سیستم وجود دارد و به سیلندر چرخ وارد می شود را به گونه‌ای کنترل می کند که از قفل شدن چرخ‌های خودرو در جاده‌های لغزنده و یا هنگام ترمزهای شدید جلوگیری شود. در خودروهای معمولی که فاقد ترمز ABS می باشد، اگر ترمزگیری در جاده لغزنده صورت گیرد، راننده برای کنترل خودروی خود باید پدال ترمز را فشار و آن را رها کند و این عمل را چندین بار به صورت سریع تکرار کند تا بتواند تعادل خودروی خود را حفظ کند. اما ناگفته نماند در سیستم ترمز ABS این عمل به صورت خودکار و به سرعت و دقت بیشتری انجام می شود.